صبح یک شنبه شما بخیر عزیزانم. هفته پیش با شما از بخشیدن صحبت کردم و گفتم که بخشیدن بها داره و تا حاضر نشیم اون بها رو بپردازیم بخشیدنی صورت نمیگیره و از زندان نبخشیدن هم آزاد نمیشیم. ولی چیزی که بهتون نگفتم این بود که چطوری این کار رو عملاً بکنیم. واسه این نگفتم برای اینکه میخواستم اول دیسیپلین فیض رو تمرین کرده باشیم. دیسیپلین فیض هستش که ما رو در شاگردی رشد میده. اینکه از روح خدا پر باشیم و در حین زندگی روزانه خودمون رو از روح خدا پر نگه داریم. حالا بخشیدن به شکل عملی. اگه حقیقتاً تصمیم داریم که بهاشو بدیم، این سخت‌ترین کاره. تصمیم این که بهاشو بدیم. اگه حقیقتاً تصمیم داریم که بهاشو بدیم، در پری روح خدا، در همین دیسیپلین فیض به حضور خدا میریم و اینطور دعا میکنیم: ای عیسی خداوند، تو برای بخشیده شدن من جان خودت رو فدا کردی. من امروز فلانی رو، هر کی که هست، و کاری رو که با من کرده، اون کاری رو که باهاتون کرده، در نام تو میبخشم و دیگه اونو در فکرم و حتی در حرفام مسئول این کار نمیشناسم. من او رو از این مسئولیت آزادش میکنم و براش برکت و قوت و شفا دعا میکنم در نام عیسی خداوند. ولی کار به اینجا تموم نمیشه. اثر صدمه اون شخص در روحتون، حتی در جسمتون هست و هر وقت که به یادش بیفتید به جان شما خواهد خواست که تلخی بریزه. ولی تا در فکر شما این مطلب و کاری که این شخص کرده جان میگیره، بلافاصله دعا کنید و به زبان اقرار کنید: من این شخص رو در نام عیسی مسیح بخشیدم. من دیگه او رو در قوت نام عیسی مسئول این کار نمیشناسم. ای روح خدا، به من قوت بده که کماکان این تمرین رو انجام بدم و او رو هم در راههایش براش هادی باش. و به این مضمون دعا می کنید و این یکی از تمرین های عملی شماست تا شفا کاملا در شما ساکن بشه. عزیزانم، مسیح هم همین کارو کرد. در روی صلیب دعا کرد: ای پدر، اینها رو ببخش، زیرا که نمیدانند چه میکنند. دیسیپلین فیض رو ادامه